چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه با بنده. امروز اومدیم که کارت های 5 میلیونی امروز رو بهتون بگیم. بچه کارت های 5 میلیونی امروز هم باز برای من قفله و اصلا نمیدونم چیکار کنم، اما مجبورم این کار رو بکنم. جدی کارت های امروز همینه؟ او شیت همینه، خدایا. من چه گناهی کردم؟ کارت های 5 میلیونی دیروزه که نتونستم دریافت کنم، قفل بود. 2 ساعتم باید وای میستادم، گیری افتادم از دسته این همستر، ولی دیگه مجبورم. من نمیدونم چرا مشکل همستر من برطرف نمیشه، همش مشکل فرند دارم. واقعا نمیدونم جدی. اصلا هر کیرم با لینک خودم دعوت دادم تا حالا یه بارم را واردش نشده لامصبا. نمیدونم دیگه چه غلطی کردم. کارت جدیدم اومده بچه، NFT Collection Launch. NFT Collection Launch. NFT Collection Launch. بله اینم مرجین تریدینگ ضرب در 100 میخواد که اونم دعوت میخواد. بابا من چه گناهی کردم؟ اولین کارت، بریم اولین کارت رو ببینیم. کارت 5 میلیونی امروز اینه. خب پردیکشن توی بخش، بذارید روی خود صفحه نشون بدم، من زیاد نمیدونم کجاست، نمیتونم مثلا حروفشو بگم. این همستر میراث هم میره بیرون. چه غلطی کردم؟ خب اولین کارت پردیکشن مارکت. اینجا نیست. پردیکشن مارکت دیگه باید اینجا باشه. نیست. اینا ها 2 نفر رو دعوت میخواد، خدایا. این اولین کارت. دومین کارت سکاریتی تیم توی بخش پیارنتین. آها اینم از دومین کارت. آخرین کارت ما چیه؟ NFT. بله اینم که کلا کارت های امروز دعوت میخواد. من تنها 1 میلیون تونستم دریافت کنم، خیلی حیف بود. یکاش قدر اون کارت های قبلی میدونستم. بدبختم دیگه بچه. خداحافظ تا ویدیو بعد. Yeah, hey, yeah, hey, yeah, yeah.